ولش کن فدات شم، اینا با یه حرف من و تو که درست نمیشن. آره ولی اینجوری هم نمیشه که. اصلا نباشین. تشریف میبرین؟ بله. چطور که والا خواستم تکلیف این آشغالا و چیزایی که میل کردین و ریختین اینجا رو بدونم چی میشه. بدون نیاوردم. شهرداری یا اینجا رو خریدی؟ واسه اینکه شعور و فرهنگ رو به کسی بخوای یاد بدی حتما نباید شهردار یا مالک اونجا باشی. مرد حسابی میای تو طبیعت اشغالتو میکنه، غذاتو میخوری، بعد زورت میاد آشغالتو برداری ببری بندازی 100 آشغال. آخه به شما چه ربطی داره آقا؟ اصلا مگه خونه شما ریختیم؟ بیا بریم عزیزم. مطمئنم شما جزء همون دسته آدمایی هستین که خاک هرمزو جمع کردن و بردن. پشت ترافیک و جلوی بیمارستان دستشون رو بوقه، واسه شستن یه ماشین چند ساعت آبو باز میذارن و هدر میدن. روی آثار باستانی یادگاری می‌نویسن. طبیعتاً که فکر می‌کنن ارث باباشونو جز ضرر و آسیب رسوندن بهش کار دیگه ای بلد نیستن. الانم حرفی نیست. بفرمایید بریم، ما اینا رو جمع می‌کنیم. فقط یادتون باشه آدما با فرهنگشون نشون میدن که از کجا اومدن و تو چه خانواده‌ای بزرگ شدن.